واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أنت أحق من يحمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر باید داشته باشید در دو قسمت گذشته این برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی شروع کرده بودیم با احادیثی که تعلق می گرفت به ابواب نماز، به کتاب صلات، و بیان کردیم در قسمت اولی این ابواب احادیثی که بیان کننده این بود که نماز در شب اسراء و معراج فرض گردید و اولین باری که فرض گردید دو رکعت بود و بعد از او بعد هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره مبدل نماز مسافر به حالت خودبان و نمازهای مقیم مبدل به 4 رکعتی شد. و همچنین شروع کردیم به بیان برتری و افضلیت و ویژگی های نماز که در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در احادیث متعدد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان شده بود. و بعد از او در قسمت بعدیش شروع کرده بودیم به اوقات نماز و گفتیم که نماز را رسول اکرم نماز در قرآن کریم اشاره شده به اوقات نماز، اما بیان نشده. اوقات نماز را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی برای ما بیان کرده. از جمله گفتیم حدیث ابن عمر رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای هر نماز وقت معین تعیین میکنه که از فلان وقت شروع میشه و به فلان وقت ختم میشه. و همچنین حدیث جابر بن عبدالله در مورد امامت جبرائیل علیه السلام برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که هنگامی که در شب معراج نماز فرض شد، در صبح از او حضرت جبرائیل آمد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمازهای پنجگانه را در اول وقت امامت داد و در روز بعدیش آمده در آخر وقت امامت داد و گفت که در بین این دو وقت است برای هر نماز برای تو و برای امت تو. این احکام و مسائل را در روشنایی احادیث گهرباری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما در قسمت گذشته این برنامه بیان کرده بودم و این قسمت این برنامه هم تعلق میگیره به ابواب نماز، به ابواب اوقات نماز که در این قسمت ما احادیث را خدمت شما تقدیم میکنم که بیان کننده این است که نماز خواندن در اول وقت افضل و بهتر است، که انسان نماز خود را در اول وقت انجام میده. ای از جمله بهترین و افضلترین و برترین اعمال است، اعمال بدنی است. در این مورد حدیث وارد شده از صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که ایشان فرمودند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند افضل الاعمال الصلاة فی اول وقتها، بهترین اعمال، برترین اعمال ادا کردن نماز است، انجام دادن نماز است در اول وقت از او. وقتی که اول وقت داخل میشه بهترین اعمال است که انسان نماز خود را در اول وقت هر نماز را در اول وقتش انجام بدهد. این حدیث را دوستان عزیز امام ترمذی و امام حاکم در المستدرک روایت میکنه و هر دویشان حکم به صحت این حدیث میکنن و راوی این حدیث گفتیم که صحابی جلیل القدر عبدالله بن مسعود
الهذلی که مشهور به فقیه امت بود، از جمله فقهای صحابه بود، در فقه و در دانش دست بالایی داشتند و یکی از سابقین اولین صحابه بودند که در شأن از آنها آیات نازل شده بود که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه، که الله متعال در این آیت رضایت خود را از سابقین اولین اعلام میکنه و عبدالله بن مسعود یکی از آن جمله سابقین اولین بودند که در ابتدای اسلام به دین اسلام مشرف شدند و خودشان قصه اسلامشان رو میگن که ما در خارج مکه مکرمه غنمی بود، گله از گوسفندی بود که به شخصی به نام عقبه بن ابی معیط از او بود. ما او را در چراگاه برده میشراندم. روزی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با حضرت ابوبکر از اینجا تیر میشدن، مرور میکردن و از ما خواستن که ما برای از اونها شیری تقدیم کنم. ما در جوابشون گفتم که ما گوسفندها از من نیست، ما شخص معتمن هستم، ما این کار را کرده نمیتونم. همین بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که برای ما گوسفندی بیار که هیچ شیر نداشته باشه، پستانش شیر نداشته باشه، یعنی تولد نکرده باشه، پستانش خشک بوده باشه. همین قسم یک گوسفند به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آورد و پیغمبر صلی الله علیه و سلم پستانی از او را با دست مبارکشون دست کردند و دعا کردند. در نتیجه پستانی از او پر از شیر شد و شیر را از پستان خالی کرده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر نوشیدند. وقتی که این معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را این صحابی جلیل قدر دید، فهمید که این معجزه یک انسان عادی نیست. لذا وقتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله بن مسعود را در این موقع دعوت به اسلام میکنه، بدون تردد عبدالله بن مسعود اسلام را میپذیره و به دین اسلام مشرف میشه و بعد از او اولین کسی بود که جهر به قرآن میکنه در مکه مکرمه. مسلمان ها در حالت ضعف و بیچارگی و کمی بودند، نمیتونستند که نمازهای خدا را به جهری بخوانند، قرآن را به جهری بخوانند و عبدالله بن مسعود اولین کسی بود که بعد از اینکه اسلام میاره از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیاتی میآموزه، اون آیات را به طور علنی و جهری در مابین کفار قریش اعلام میکنه تا که مورد ضرب و شتم قرار میگیره. و وقتی که اعلان هجرت به حبشه میشه، اولین کسی است که در جمله اولین کسانی است که به حبشه هجرت میکنه و بعد از او به مدینه منوره هجرت کردند. و حضرت عبدالله بن مسعود صاحب نعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. هر جایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تشریف میبردند، ایشان نعل مبارک آنها را با خود میبرداشتند و لذا صاحب النعل رسول اکرم صاحب النعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مشهور بودند. این صحابی جلیل قدر بعد از اینکه به مدینه منوره هجرت میکنند، در تمام غزوات شرکت میکنند، از جمله در غزوه بدر و بعد از او در غزوه احد، در غزوه خندق، در غزوه احزاب از جمله مجاهدین بودند. و بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین در غزواتی که بعد از زمان خلفای راشدین، خلافت ابوبکر، خلافت عمر رضی الله عنهما، در آن غزوات هم شرکت میکنند و در زمان حضرت عمر یک فتره والی کوفه بودند و همچنین یک فتره بیت المال را، مسئولیت بیت المال را به دوش داشتند. این صحابی جلیل قدر این حدیث را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت میکند که افضل الاعمال الصلاه فی اول وقتها، بهترین اعمال انجام دادن نماز است در اول وقتش. و همچنین همین صحابی جلیل قدر حدیث دیگری که در صحیح بخاری وارد شده است که حضرت عبدالله بن مسعود میفرماید سألت النبی صلی الله علیه و سلم ای الاعمال احب الی الله، من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدم که بهترین اعمال، محبوبترین اعمال، خوبترین اعمال نزد الله متعال کدام است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند الصلاة لوقتها، انجام دادن نماز در وقتش. لوقتها در اینجا علما میگن که لاستقبال وقتها، وقتی که وقتی از او شروع میشه، وقتی که وقتی از او فرا میرسه، در اول وقتش که نماز را انجام میدی از جمله محبوب ترین اعمال است. و مراد در اینجا از افضل ترین اعمال یا محبوب ترین اعمال، اعمال بدنی است، اعمالی که تعلق میگیره به اعمال بدن انسان. اما اعمالی که تعلق میگیره به قلب انسان، بهترین از او ایمان به الله متعال است که از ایمان به الله متعال عملی برتر و بهتر نیست. چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت ابو هریره رو روایت میکنه
میفرمایند افضل الاعمال الايمان بالله عز وجل، بهترین اعمال، افضلترین اعمال، برترین اعمال ایمان آوردن به الله متعال است. این اعمال قلوب است. اما اعمال بدنی بهترین و برتر آن انجام دادن نماز در اوقات از اوست. دوستان عزیز، در احادیث متعددی اعمال متعددی را افضل و برتر گفته شده. مثلا در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن نماز را در اول وقتش افضل و برتر میگه. در حدیث دیگری ما میبینیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر الوالدین را، نیکی کردن به پدر مادر را افضل و برتر میگه. در حدیث دیگری میبینیم که شخصی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسان میکنه که بعد از ایمان به خدا کدام اعمال بهتر است؟ میگه که جهاد فی سبیل الله بهتر است. و همچنین در حدیث دیگری به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین اعمال صدقه در راه خداست. در اینجا علما در بین این احادیث به قسم جمع کردن که گفتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر شخص را به مناسب حالی از او جواب میداد. هر شخصی که از او پرسان میکرد که بهترین اعمال کدام است، او شخص را میدید. اگر شخصی میبود که انسان شجاع میبود، انسان قوی میبود و برای از او میگه که بهترین اعمال جهاد در راه خداست تا که از او بهتر و خوبتر استفاده شود. و همچنین شخصی را میداد که در پدر مادری کهنسال بزرگسالی داره و اونها محتاج به احسان و خوبی عزیزند، برای از او میگفت که بهترین اعمال بر الوالدین است تا که او بتونه که پدر مادر خود را بهتر و خوبتر از پدر مادر خود نگهداری کنه و به اونها احسان و خوبی کنه. و همچنین شخصی را میدید که مالدار و پولدار است، برای از او میگه که بهترین اعمال صدقه است تا که او بتونه که در راه خدا خوبتر صدقه بده. و شخصی دیگری را میگفت که بهترین اعمال نماز است. به هر صورت در اینجا علما من را مقدر گفتن که از جمله بهترین اعمال انجام دادن نماز در وقتی از اوست. یعنی بهترین اعمال از جمله کارهای خوب و برتر و بهتر است که انسان نماز خود را در اول وقت انجام بدهد. و همچنین این موضوع در تأکید بر این موضوع در احادیث دیگری هم آمده و این فرموده الله متعال که انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا در شأن و در فضیلت مسلمان ها مؤمنین بیان میکنه که از جمله اوصاف و ویژگی های مؤمنین این است که انهم كانوا يسارعون في الخيرات، آنها در کارهای خیرات که مراد در اینجا نماز است، چون قبل از این نماز ذکر شده، در او مسارعت میکردن. و معنای مسارعت هم است که هنگامی که وقتی از او داخل میشد بدون کدام تغافل، بدون کدام کسالت نماز خود را انجام میدادن و خدا را با خشوع و خضوع و تضرع یاد میکردن. و همچنین فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امی بوده که همیشه نماز خود را در اول وقت انجام میدادن. همیشه وقتی که وقت نماز داخل می شده بدون کدام هر کاری دیگه که در دستشان می بوده کار را ترک میکردن و مسارعت به طرف نماز میکردن. چون حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خانه هر کار را انجام میدادن. وقتی که وقت نماز فرا می رسید مثل ازی که ما را نمیشناخت، تمام کارهایی که در خانه بود از دست خود میانداختن، رها میکردن و به طرف مسجد تشریف میبردن. و در اینجا دوستان عزیز حدیث دیگری هم است که علما به ضعف از او قول دارن، گفتن که حدیث ضعیف است، خوب است که به او اشاره کنیم. حدیث است که یکی از صحابه به نام ابو محذوره که نامش اوس بود و در عام فتح ایمان آورده بود و بعد از اینکه ایمان آورد در مکه مکرمه مؤذن بود تا که وفات کرد در سال 59 هجری. این صحابی جلیل قدر روایت میکنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اول وقت رضوان الله، اولی وقت نماز، انجام دادن نماز در اولی وقتش رضوان خداوند متعال است، رضایت خداوند متعال را انسان کسب میکنه. و اوسط رحمت الله، و کسی که در اولی وقت نمیتونه در وسط وقت انجام میده این رحمت خدا را به خود کسب میکنه. و آخره عفو الله، و در کسی که در آخر انجام میده یه هم عفو خدا را کسب میکنه، عفو خداست. لیکن علما گفتن این حدیث ضعیف است، چون در سند از شخصی به نام یعقوب بن ولید المدنی که علما به ضعف از او قول دارند. امام احمد و ابن معین میگه که این شخص کذاب و دروغگو بود و همچنین امام نسائی میگه که این شخص متروک بود
و همچنین ابن حبان میگه این شخص وضاع بود، حدیث را وضع میکرد. به هر حال در سند این شخص، در سند این حدیث این شخص یعقوب بن ولید المدنی موجود است، لذا این حدیث ضعیف است. و اما احادیث صحیح که در صحیح بخاری، در صحیح مسلم وارد شده، همیست که بهترین و خوبترین اعمال همیست که انسان نماز را در اول وقت انجام بدهد. وقتی که وقت نماز فرا میرسه بدون کسالت، بدون سستی باید به طرف نماز بشتابد. این بود دوستان عزیز به شکل عام، یعنی نمازهای پنجگانه به شکل عام افضل و بهتر است که انسان او را در اول وقت انجام بدهد. لیکن بعضی از نمازها در او استثناء آمده. در بعضی احادیث در قسمتی که گذشته ما گفتیم که نماز عشا، نماز خفتن، پیغمبر صلی الله علیه و آله در احادیث متعددی بیان کردند که افضل و بهتر است که او تأخیر شود. هر قدری که به تأخیر خوانده شود بهتر و افضل است. لذا نماز عشا از این احادیث مستثناست، احادیثی که تشویق میکنه، ترغیب میکنه به خواندن نماز در اول وقت. نماز عشا، نماز خفتن از این مستثناست. نماز خفتن هر قدر به تأخیر خوانده شود افضل و بهتر است. و در قسمتی گذشته گفتیم حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه کان یستحب ان یؤخر العشاء، پیغمبر صلی الله علیه و محبوب مستحب میشمردن، خوب میشمردن که نماز عشا به تأخیر خوانده شود. و همچنین در صحیح مسلم است، حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند اعتم النبی صلی الله علیه و سلم حتی ذهب عامه اللیل، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از شبها نماز خفتن را به تأخیر خواندند تا که ثلث شب از تیر شد و صحابه کرام منتظر ماندند و بعد از اینکه ثلث شب تیر شد پیغمبر صلی الله علیه و بیرون شدند و نماز خفتن را انجام دادند. بعد از او فرمودند انه لوقتها لولا ان اشق علی امتی، وقتی بهتر و برترش همیست که به تأخیر خوانده شود اگر مشقت بر امت من نمی بود، لیکن به خاطری که مشقت بر امت است، به خاطری که سرشان خواب می آید و نمیتونن که منتظر بمانند، به خاطر مشقت ما ایرا وقت میخونم. اما اگر مشقت نباشه نماز جماعت ایشا به تأخیر شود افضل و بهتر است. و این بود به شکل عام، گفتیم که به شکل عام نماز خواندن در اول وقت افضل است. و همچنین احادیث دیگری به طور انفرادی به هر نماز ترغیب و تشویق آمده که هر نماز را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اول وقت انجام میدادند و به خواندن از او در اول وقت تشویق و ترغیب میکردند. و از جمله نماز فجر که حدیث صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله روایت میکنه، حدیث هم حدیث متفق علیه است که ایشان فرمودند جابر بن عبدالله و صبح کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلیها بغلس، نماز صبح را، نماز فجر را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به تاریکی میخواندند. غلس ظلمت اللیل یا تاریکی شب را گفته میشه، تاریکی که تا هنوز از آسمان دور نشده، مبدل به روشنی نشده، او را غلس گفته میشه. در اون حالت یعنی که اول شب، اول روز، آخر شب، اول روز، اول وقتی که نماز فجر داخل میشه، در اون وقت پیغمبر خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز فجر را انجام میدادند. و همچنین حدیث دیگری حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند و این حدیث هم در صحیح بخاری و همچنین در مسند احمد و همچنین در سنن ترمذی است که حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلی الله علیه و سلم صلاة الفجر، زنهای مسلمان ها با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز فجر را با جماعت میخواندند. ثم ينقلبن الى بیوتهن حين يقضين الصلاة، بعد از اینکه نماز را انجام میدادند به خانه های خود برمیگشتند. لا يعرفهن احد من الغلس، هیچ کس آنها را از شدت تاریکی نمیشناخت. یعنی بعد از اینکه نماز فجر ختم میشد زنها از مسجد بیرون میشدند، به طرف خانه خود میرفتند، باز هم تاریکی در آسمان موجود میبود که زنها شناخته نمیشدند. و این حدیث و حدیث دیگری دلالت به این میکند که انسان باید نماز را در اول وقت بخونه، نماز فجر را و همچنین دیگر نمازها را. و حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که ایشان فرمودند اصبحوا الصبح فانه اعظم لاجورکم، شما نماز صبح را به اسفرار بخونین، به روشنی بخونین. و به این حدیث بعضی از علمای احناف رحمهم الله دلیل گرفتند و گفتند که خواندن نماز صبح به روشنی افضل و بهتر است.
لیکن جمهور علما نظر به احادیثی که قبلا براتون گفتم عرض کردم، رأیشان هم است که خواندن نماز فجر به تاریکی در اول وقت افضل و بهتر است. و از این حدیث جواب دادن، گفتن که مراد این حدیث این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترغیب به تطویل قرائت یا دراز نمودن قرائت میکنه. شما وقتی که نماز فجر را شروع میکنین در قرائت از او دراز آیات های زیاد بخوانین و سوره های دراز را بخوانین تا که وقتی که شروع میکنین به تاریکی و خاتمه بیابد تا وقتی خاتمه بیابد که روشن شود. یعنی نماز را در نماز صبح تطویل انجام بدین، درازی انجام بدین تا که وقتی خاتمه از او به روشنایی خاتمه بیابد. و همچنین گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بار یا دو بار به روشنایی نماز صبح را خوانده بودن، لیکن در آخر عمر، در آخر رأیشان عادتشان به این بود که نماز صبح را همیشه به تاریکی در اول وقت می‌خواندند. همچنانی که انس بن مالک روایت میکنه و روایت هم در ابو داود است که ایشان فرمودند انه صلی الله علیه و سلم اسفر بالصبح مره ثم كان صلاته بعد بغلس حتى مات، که یک بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز صبح را برای روشنایی خواندند و بعد از اون نمازشان همیشه به تاریکی بود، در اول وقت بود تا که از دنیا رحلت نمودند. این بود دوستان عزیز بعضی احادیثی که تعلق می گرفت به خواندن نماز، به افضل بودن، برتر بودن نماز در اول وقت، از جمله نماز فجر. بعد از دیدن یک میانه برنامه دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستیم با بیان کردن احادیثی که بیان کننده این است که دیگر نمازها هم خواندنش در اول وقت افضل و برتر است، غیر از نماز عشا که برایتان گفتم که تأخیرش افضل و بهتر است. با ما باشید. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز شخص در جماعت 25 برابر نماز شخص در منزل و بازار می باشد، چرا که وی هنگامی که به خوبی وضو می گیرد و جز برای نماز به سوی مسجد خارج نمی شود، هیچ گامی بر نمی دارد مگر اینکه درجه‌ای به درجاتش افزوده و گناهی از گناهانش بخشیده خواهد شد. و چون نماز می‌خواند، مادامی که در نماز است، ملائکه همچنان بر وی درود می‌فرستند و می‌گویند بار الها بر او درود فرست و وی را مورد رحمت خود قرار ده. و یکی از شما مادامی که منتظر نماز است، گویا که وی نماز می‌خواند. نحيا ونرشف من شذا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دوستان عزیز، در قسمت اولی برنامه گفتیم که خواندن نماز در اول وقتش افضل و بهتر و برتر است نسبت به احادیثی که بیان کردم خدمتتان، و از آن جمله نماز فجر هم بنا به حدیثی که فرموده شده کان النبی صلی الله علیه و سلم یصلیها بغلس، پیامبر صلی الله علیه و سلم با تاریکی نماز صبح می‌خواندند. و همچنین نماز ظهر دوستان عزیز دو حالت داره. نماز ظهر در حالتی در وقت خنکی سرد بودن هوا بهتر است که در اول وقتش خوانده شود، اما در وقت گرم بودن هوا، در وقت شدت حرارت بهتر و افضل است که تأخیر شود. و در این مورد هم احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده. از جمله حدیثی است که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شدة الحر من فیح جهنم. وقتی که گرمی زیاد شد، شما نماز را تأخیر کنین، نماز را به سردی بخوانین، بگذارین که وقت گرمی تیر شود، وقت سردی داخل شود، بعد از نماز پیشین را انجام بدهید. چرا؟ فإن شدة الحر من فیح جهنم، به خاطر که شدت گرمی از تنفس جهنم است، در اثر
تنفس کردن جهنم، شدت گرمی در دنیا زیاد میشه. لذا شما بگذارین که شدت گرمی تیر شود، کمی هوا سرد شود و بعد از نماز پیشین را انجام بدهید. و همچنین حدیث دیگری در صحیح بخاری و صحیح مسلم از صحابی جلیل القدر حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان شدت الحر من فیح جهنم، شدت گرمی در اثر تنفس جهنم است. فاذا اشتد الحر فبردوا بالصلاه، وقتی که گرمی زیاد شد شما نماز را به سردی بخونید، بگذارید که هوا سرد شود بعد از او نماز را انجام بدهید. و این حدیث را هم در صحیح بخاری که وارد شده مطول دراز است که حضرت ابو ذر غفاری میگه که ما در یک سفر بودیم و وقت نماز پیشین فرا رسید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم که آیا ما نماز بخوریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ابردو، شما بگذارین کمی سرد شود. باز بار دوم عرض کردیم که آیا نماز بخوانیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که ابردو، بگذارین که دیگه هم هوا سرد شود. و بار سوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن همین حدیث را که ان شدت الحر من فیح جهنم فاذا اشتد الحر فبردوا بالصلاه، وقتی گرمی زیاد شد شما بگذارین که هوا کمی سرد شود بعد از نماز پیشین را انجام بدهید. و همچنین در سنن نسائی از صحابی جلیل القدر حضرت انس بن مالک روایت شده است که ایشان فرمودند کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا کان ابرد بالصلاه اذا کان الحر ابرد بالصلاه و اذا کان البرد عجل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که هوا گرم می بود نماز را سرد میکردن، وقت را سر کردن نماز را میخواندن، وقت را تأخیر میکردن، نماز را از اول وقت تأخیر انجام میدادن. وقتی که هوا سرد می بود عجل، نماز را زود میخواندن، یعنی در اول وقت انجام میدادن. و علت از این هم دوستان عزیز علما گفتن که همچنان که در احادیث آمده که ابردوا بالصلاه فإن شدت الحر من فیح جهنم، و خاطر از که شدت گرمی از تنفس جهنم است. چون در حدیث دیگری آمده که اشتکت النار الى ربها، آتش به پروردگار خود شکایت کرد. فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، ای پروردگار بعضی من بعضی خود را خورد. فاذن لی بنفسین فاذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف. الله متعال برای آتش اجازه داد که در سال 2 نفس بکشه، یک نفس در تابستان و یک نفس هم در زمستان. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند فهو اشد ما تجدونه من الحر و اشد ما تجدونه من الزمهریر. وقتی که گرمی زیادی شما احساس میکنین و همچنین سردی زیادی را در زمستان شما احساس میکنین، این در اثر تنفس کردن جهنم است. و از او خاطر شما در احادیث دیگر گفته که شما وقتی که گرمی زیاد میشه نماز را به تأخیر بندازین، به خاطر که شدت گرمی سبب میشه که انسان خشوع و خضوعی که در نماز روح نماز است و اساس نماز است او از بین بره. چون انسان مشغول به جسم خود میشه، به گرمی که در جسم خود احساس میکنه مشغول به او میشه و در ذهن انسان قلق پیدا میشه و نمیتونه که نماز خود را با خشوع و با خضوع انجام بده. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هنگام تابستان، هنگام گرمی شما بگذارین که هوا سرد شود و بعد از نماز پیشین را بخونین تا که خشوع بتونه که در نمازتان خشوع و خضوع بیاید. و همچنین این حدیث دلالت به این میکند که خواندن نماز در تابستان به تأخیر عام است، چون حدیث مطلق آمده، نگفته که جماعت باشه یا غیر جماعت باشه. اگر شخصی با جماعت میخونه افضل و بهتر است که جماعت تأخیر شود در تابستان. و همچنین کسی که به انفرادی در خانهش میخونه بازم افضل و بهتر در حق از او است که جماعت باید نماز را در تابستان کمی به تأخیر بخونه تا که هوا کمی سرد شود. ایرای جمهور علماست. و اما حدیث دیگری در صحیح مسلم آمده از صحابی جلیل القدر به نام خباب بن منذر که ایشان فرمودند شکونا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم حر رمضان، ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرمی ریگزارها را در دستهای خود و در پیشانیهای خود شکایت کردیم. گفتیم که ما وقتی که سجده میکنیم در اثر گرمی ریگزارهایی که در زمین است دستهای ما و پیشانیهای ما میسوزه، برای ما اجازه بده که ما نماز پیشین را دیگه هم تأخیر کنیم
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایشان اجازه نداد و این حدیث را علما میگن که گرمی ریگزارها که در پیشانی و در دستهای انسان تاثیر میکنه او تا دیر وقت میبوده باشه. آنها خواستن که از وقت ظهر که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آخر وقت بیان کرد از او که بیشتر برشان وقت ظهر را اجازه بده، لذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجازه نداد. لذا این حدیث با احادیث دیگری که تشویق به این میکنه که بگذارن که کمی هوا سرد شود، هیچ تعارضی نداره و در تابستان خواندن نماز پیشین بعد از سرد شدن هوا افضل و بهتر و برتر است. این بود دوستان عزیز احادیثی که تعلق میگرفت به انجام دادن نماز در اول وقتش، نماز پیشین و همچنین نماز عصر. دوستان عزیز انجام دادنش در اول وقت افضل و بهتر است و در این مورد هم حدیثی از صحابی جلیل قدر حضرت ابو برزه اسلمی روایت شده که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز عصر را انجام میدادن، با جماعت ادا میکردن و با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز عصر را میخوندیم. بعد از یکی از ما تا آخر مدینه که خانهش میبود تا اونجا میرفت، باز هم آفتاب روشن میبود، آفتاب با متاثر و با قوت خود میبود. این هم دلالت به این میکند که نماز عصر افضل و بهتر است و همچنین افضل و بهتر است که در اول وقتش خوانده شود. و همچنین حدیث دیگری امام مسلم از انس بن مالک روایت میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عصر را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عصر را با جماعت خواندیم. یک شخصی از بنو سلمه آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فرمود: یا رسول الله انا نريد ان ننحر جزورا و انا نحب ان تحضرها. ما میخواهیم که در اون موقع و محله که ما خودمون داریم شترهای رو ذبح کنیم و از شما تقاضا داریم که شما تشریف ببرین و در ذبح شترهای ما و بعد از او در خوردن و پوست کردن و از اون با ما مشارک باشین. لذا حضرت انس بن مالک میفرماید که ما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفتیم در نزد ابو سلمه و شترها ذبح شد، بعد از او قطع میده شد و بعد از او پخته شد و بعد از ما او را خوردیم و تا هنوز آفتاب غروب نکرده بود. یعنی این هم دلالت به این میکند که نماز عصر را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اول وقت خود میخواندن. اینقدر وقت کافی بود که انسان یک شتر را ذبح کنه و بعد گوشت از را قطع بکنه و بعد پخته کنه و او خورده شود و باز هم آفتاب غروب نکنه. و همچنین نماز مغرب دوستان عزیز خواندنش در اول وقت افضل و بهتر است و در این مورد هم حدیث روایت شده از صحابی جلیل قدر رافع بن خدیج رضی الله عنه که فرمودند: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فینصرف احدنا وانه لیبصر موقع نبله. ما با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز مغرب را میخواندیم و بعد از او یکی از ما وقتی که از نماز مغرب منصرف میشد، تیری که در یک جای تیر خود را میانداخت، جای تیر خود را از روشنایی میدید. یعنی نماز تا هنوز هوا تاریک نشده بود. بعد از که نماز مغرب هم خلاص میشد باز هم میبینیم که هوا روشن میبود، ما جای تیر خود را میدیدیم. و در روایت دیگه آمده: كنا نصلي مع النبي صلی الله علیه وسلم ثم نرمي فيرى احدنا موقع نبله. ما با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نماز مغرب را میخواندیم و بعد از تیر اندازی میکردیم و موضع تیر خود را هم میدیدیم، یعنی روشنایی موجود میبود هنوز. و این حدیث همه دلالت به این میکند که خواندن نماز مغرب هم در اول وقتش افضل و بهتر است. پس خلاصه این احادیث دوستان عزیز این شد که به شکل عام احادیث زیادی آمده پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خواندن نماز در اول وقتش ترغیب کرده و این از جمله بهترین افضلترین اعمال است و خواندن هر نماز در اول وقتش افضل و بهتر است، مگر در نماز عشاء که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به تأخیر از او در احادیث متعدد تشویق کردند. اگر مشقتی نباشه بر امت تأخیر کنن نماز عشاء را، جماعت از او را بهتر و خوبتر است. و مگر در همچنین نماز پیشین در وقت تابستان در وقت شدت گرمی هم تأخیر از او تا وقتی که هوا کمی سرد شود افضل و بهتر است. اما دیگر نمازها در اول وقت از جمله بهترین اعمال است که در اول وقت
خوانده شود نسبت به نظر به احادیثی که احادیث گهرباری که خدمت شما تقدیم کردم و در اینجا این برنامه ما این قسمتی از برنامه ما خاتمه می‌یابد. تا دیدار آینده با شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.